دوروف تسلیم شد. مقامات دولتی بخواهند اطلاعات کاربران را در اختیارشان می‌گذارد، مثلا شماره تلفن افراد و آی پی یا همان شناسه اختصاصی دستگاه هر کاربر را. این را روزنامه نیویورک پست درباره سیاست‌های جدید تلگرام نوشته. مدیرعامل تلگرام که تحت فشار است موافقت کرده آی پی و شماره تلفن کاربران تلگرام را به مقامات دولتی که درخواست قانونی دارند تحویل می‌دهد. این تصمیمات مغایر با سیاست‌های قبلی تلگرام است. حالا تلگرام تحت کدام فشار است که سیاست‌هایش عوض شده؟ رسانه‌های معروف دنیا برای جواب این سوال یک سابقه کنار این تصمیم جدید می‌گذارند. از شبکه CNN تا روزنامه گاردین رفتن سراغ دستگیری چند هفته پیش مدیرعامل تلگرام در پاریس. گاردین نوشت پاول دوروف تا دستگیر شده یادش افتاده باید محتوای غیرقانونی را سرکوب کرد. دوروف آن زمان برای آنکه از زندان فرانسه آزاد شود 5 میلیون یورو وثیقه گذاشت. برخی رسانه‌ها میگفتند بهای آزادیش گرانتر از این حرف است. مثلا همان زمان مشاور کاخ سفید در دولت جورج بوش به برنامه جهان امروز صدا و سیما گفت اگر دوروف آزاد شد بدانید خواسته دولت فرانسه درباره دسترسی به اطلاعات کاربران را تامین کرده. به نظر میرسد اینها اطلاعاتی را که باید اصولاً محفوظ بمانند در اختیار این دولت قرار میدهند. تلگرام تا پیش از این مدعی حفاظت از اطلاعات کاربران بود، اما روایت بلومبرگ با این ادعا متفاوت است. در تیترش تلاش کرده بگوید تا الان هم رد و بدل کردن اطلاعات کاربران در کار بوده. نوشته از این به بعد تلگرام اطلاعات بیشتری به دولت‌ها می‌دهد. محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما.